سلام، احوال شما؟ ما هم آزاد شدیم. اگه بردم شما کازینو رو راه بنداز، جا از شما کار از من حله. خب حالا چیکار کنم؟ چاره ای نیست، من خودم شروع کنم. تو منطقه جناب شیرویه کازینو را انداختی، اونم بدون اجازه. ببخشید من یه ذره یوبوست دارم، باید با دست درش بیارم. درود. ما دیگه کی هستی؟ به من میگن کلونل تماسب فدایی. خیلی خب، من حاضرم باهات بازی کنم. لباسشو در بیارید، اون تقلب کرده. قماری خنجره که دستش از جنس تیغشه. فشارش میدی که از دستت نیفته. نهایتش خنجر با دستت میفته زمین. یه دسته جدید تو کیپور اومده و من بیخبرم. هرچی خیانت کرده. دیشب رئیس رو کشته. سکومینم این جنازه یه پرچینه. نه ترس مانا. از همین ترسیدم. ما باید براش مراسم بگیریم. چی؟ ما به ما چی؟ دارم دنبال یه بنده خدایی میگردم که شاعر صدای خوبی هم دارم. شب این دور و بر بوده کجا؟ میبینی؟ این مثل یه گاودانی بازارگه. خشیشه آشنای خیالمه. نمیدونم سب میره فامیلی چیه؟ هجیرم. دو نفر مسلح اومدن تو. خیلی خوب است. سب کن ببینم. مسلح اومدن تو؟ همتون بزنید به چاک. این جنازه رو هم ببری یه جا قایمش کنید. عرض خسته نباشید دارم یه جارو برقی سیاه سفید میخواستم. جایزه برام گذاشتم. ایول، همین تو رزومه جناییم کم بود. من چش تو چش یارو بودم، از بغل به سرش تیر خورد. درست همین طوری که الان میبینی. پیشرفت کردی، آدم میکشی. من نکشتمش. فقط یادت باشه تحماس میخواد بکشتت. خداحافظ. فقط از اون یه نفر موند، اونم سکته مغزی کرد و افتاد روی ویلچر. حشمت سلاما رو که نمیگی؟ تحماس؟ بشیر چشه داداشه رو قفل کردی؟ فنیک داری؟ حالم به هم خورد. این دختر شیرویه است؟ پس بیاید از در راستی بریم. به نظرم صدای آتیشبازی تالار نبوده. نگران نباش عمو، ما میدونیم تو قاتل نیستی. با هم بیگناهی تو ثابت میکنیم، همه چی درست میشه. بهت قول میدم.